ای خدا شکر، الهی شکر، الهی شکر کاظمی. هم چای. آخه یک کوی بود زن از سرشانه بس شد به خدا. میگم الهی شکر دم هزار با شکر که همی عروسی به خوبی و خوشی تیر شد. دل دشمنا که به ترخید دیگه. حالا ما چی دشمنی داریم خدا کسی؟ من ایران میمونم که این مردم چی رقم به چی فکرم؟ نمیفهم به خدا. خود ما به خود دشمنا میخری. گناه خود ما دیگه. میامدی میدیدی که تا حالا چه کار میکردم؟ چی میگفتم؟ اولاده عروس خدا زیاد کنه دیگه. همین طلا بدلی از اینجا تا به اینجا. یکی همینجا به خلقی ها. همین بدلی چی که بگردن خود میکنی؟ خب شما که بگردن خود میکنی عدل برستی. حالا خدا میده برستی باشه. نمیده بدل به چی درد میخوره؟ آخه زن همین سرسی الدریا چشمم چشمی ها اینا مردم رو تباه کردن. چی به درد میخوره؟ همین گپای که ما شما صاحب هیچی نشدیم، هیچی نمیشیم. اگه نه که خدا واسه اون چیزی که داری به سر کله بس خلاص. خب گپ ازی بزن که گپا گفته خو نبود تطالار کم اضافه کسی گلشک بی خونه داشت. یه دیگه شکر الحمدلله همه چیز فاک فراهم بود خوب بود. گپ همین بود که همین دو ماده خو نگفته بودیم یک کمک همین دل لبلون جنر لکتای بود. ما خب مردانه نداشتیم زن که اونا لباینا لکتای شه. از روز اول هم که کارتار نوشته کردیم ما زنانه بود. نه باید لباینا لکتای شه. خب کی بفهمه؟ هم هلی نمیشه درد دارم. هم یکی نیونه بفهمن که مجلس زنانی نمردونه. خدا نمیفهمم زن. حیرون میمونی. ما هم روز اول هم بگفتم که همین زنانه باشه. چند تای از اونا باشه چند تای از ما که این مشکل ما همین ابرومندانه حل شه. و مجلس اگه زن 2000 نفر هم همینجا نون میدادم بازم گله میکردم. اگر نه که همین کم هم شده بازم گله همین گله کنم که تا دل ما سیاه شه. خب گله میکنم گله دارم سر کیسا خوشحال کنم بیام 20000 روپیه بدم. یک لاکی بدم بگم خرج کنی قوم مرام بگی. کیف گپات به ولیا. حالو گپانیه که مرده که بیاد. برات گپ نگرد من چای خوب بده بخو. اگه برات گپ بگیدی خیلی از این گپایه. او گله میکنه دختر خواهر تو گله میکنه که دختر من بغل دست خوریم ما میشیش چرا من خبر نکرد اون خبر نکرده. چی بگی زن خدا ایران میمونم چی بگم من شما همه مردم خودی ما قرم زنم به خاطر همین جور دستات تا بچه من. خب بچه ها من نمایم چیکار کنم؟ خواسته باشم از اون قوم خیشا میستونم نخواسته باشم چیکار کنم؟ حالی مسائل مجلس به بچه هم چی کار مجلسی بوده به می واسه و توانی که داشتم به قرض و فرض مثلا این بچه خود مثلا چی کردم هم مجلسی بگرفتم ابرومندانه گفتم کمتر باشه زنانه دیگه نباید کسی گله کنه یکی اینا گله میکنن بشینم به خونه خوشیش تانیم بخورم همین کار خیره که میگم خیر خود الهی شکر که به خیریت تیر شد خدای نخواسته اتفاق نفتاد 10000 با شکر خانم این کار خیر میگم ولی از این کار شرطر دیگه نیه این به اون وسط میگم کار خیر اگه نه که تو سکو که چقدر جنجالا چقدر مصیبت ها و سرما آمده واسه یک نامزاد دار کردن این بچه بازم الهی شکر گفته تو الهی شکر که این مجلس به ابرومندانه تیر شد اگه خدای نخواسته کم میامد مگر به 70 چرما و طور بیاب میکردم که نمیتونسته نمیگرفته الهی شکر که نون اضافه هم بیامد همون تا بیترین نون رم بخوردم همون تا بیترین میوه همون تا محفل باشرنگم تیر شد حالی هم به خیر خوشی همین تا بازار رفتی 4 قران صدقه بده صدقه که خیلی دادم دیگه خب بازم از اینکه چشمه مردم همین تا به رد مانه بازم 4 قران صدقه بده خوب ما دیگه رنج ما دیگه چی نبود میداشتم با خودم بسته قومی خبر میکرد ولی نبود دیگه اون مسلمانان برای ما گفتم همون چیزی که برابر همین از شما برابر خبر کنیم کمتر باشه از ما کمتر مجلس ابرومندانه بگیریم خوب شده خیلی بینم دیگه خیلی مردم دری کردم به حساب الهی شکر اگه نمیتونست مگه برو بگو 1000 نفر خبر کنم وقت چی میتونستم بکنم مجبور بودم که برم 1000 نفر خبر کنم نون برم همین که دست دادم بذار سنگ نبود بازم خونی اختیار نوبات خدمت به خدا خیلی مراد کردم ازم اول خیشی بهم خوبی تیر کردم تا هم آخر رم به خوبی تیر کردم خونه خوشبختی دختر خوب است بدبختی کنم است ولی اگه دست بدبختی دختر خورمایه فقط میگه به قصه خش نشو امیت چه میشه به سر ظلم کو برو 1000 نفر خبر کو بزو فکر نیه که پس با دومادی
قرضدار میشه. قرضدار میشه، با قرض از کجا بده مجبور میشه گلوبند زن خور گلوی بیری کنه، مجبوری انگشتر اگر دستای بیری کنه. بی فکرا خونیه. حالا یکن که با مردی میکنه با چشم 100 تا به طرف آدمه. کلا اشته خیشی کرد، اشته جا خوبه، خدا داد بزی. انا ایته، انا دادن بزی رقم چشم میخورم. انشالله با خدا بریم مادا باز بام عید قربان بخیر خوشی هم دیگه گوسپند چپا گفتم دستا رو که دل مردم اشتر چکشه. بخیر خوشی بخیر. اگه زنده بودم بخیر خوشی هم تو گوسپندی هم میستونم. ماما میشه خدایی برم خونه میخشا یک تشکری از اینا بکن. خب برم برای اینا بگم خیر بینیم خونه شما با. یعنی نه چی نگفتی دالی؟ نه به خدا نه دیگه برابر نشو. خب گفتم تو یک چکر میشه خیر تو خودی هم ور میخزه میره. قرار کرده هم یک تشکری میکنیم از اینا. هم دیگه بس خلاص همین که با مقبولی خشیم و از اینا برابر همین که با مقبولی هم کار ما بشو گپ گفته نشد دیگه. به خیر خوشی ناله مازی تا هم کمر خو خدی تو راسته کنیم نوبت یکی دیگه چیکار کنیم دیگه مجبوری. خب بازم به هر صورت فقط دعا کن که خدا تعالی اولادا ما رو سوی خوب بخونه دیگه. خود اینا دیگه یکی دیگه خب خیر خوشی مگر خود جمع کنه بخو باز به فکری بشی. پس وقت که بری بخونی از اینا؟ ها وقت دیگه عمالی بری چایم باشه دیگه به چامی هم میخوره. آخی خدایش یعنی همین بیچاره هم به عذاب بودن بخورم اشته گپا میزدم خیلی نبینم این مردم بخیر. من که میگم که اگه 1000 نفر خبر میکردیم بازم گپ بود. ان تو که مسلمان اینقدر گذشت کرده اینقدر چی آخر کم بری از لحظه گپ با ما اوتام این گپار میزنم. خوبم باشه مردم گپ میزنن بعدم باشه مردم گپ میزنن. این مردم تو نمیفهمی. خدا اینا به زوال بیاره خودی هم کارا اینا. یعنی من که خوش دارم دیگه اگه بچه‌ها دیگه خودمات کنم مجلس نمیگیرم. برم ماه ارسال برم. نگیری باز به 100 رقم موتور بیاد میکنن که البته نداشته که نه. بوم برم دیگه تو به قرآن. آدم ایران میمونه که دو ساز از این مردم قلمی برخصی. به خدا. بزی فکر نیم که خونی همه مشکل از این مثلا به 100 تا خبری حل شد. تا جایی که بیام بگم خوب کار شد. خیلی ما خوشحالیم. مثلا این مشکل تو حل شد. از اینکه تو 1000 نفر خبر میکردیم 100 نفر مشکل تو حل شد. یا تا جایی که بیام سر کسی خصوص کنم بگم قوم جان انم یک لگه طرف ما بگید کمک هر وقت دشتی بده. این گپارم که نمیزنم با ادعای بالا که چرا فلانی خبر نکردیم، چرا دومات فلانی چه خبر نکرد، چرا خوار فلانی خبر نکرد، چرا مادر خبر نکردیم. این گپای مفته بر یادم تحویل میدم. خدا میته ایران میمونم. خب دیوانه میشادم. مجلس هم میگیری به بلایی، نمیگیری هم به بلایی، بچه هم داری به بلایی، نداری هم به بلایی. آدم چیکار کنه خدا از من؟ ای بم قبرستون، ای به دردکای جونمه. ما بیایم از این بعد ما هم ناییم. اصلا هرچی مجلس خدا مبده دیگه نی قومتون نی قوممه. 33 بلا ببرد اینا. نمیشه زن، نکنی هم نمیشه. حالا میکنی هم دیگه حداقل از هر خانواده یک مادر دختر یا عروس و خوشویی میگی خود دیگه با گله من میشه. چیکار کنی؟ من نمیفهمم. هم کسی که هوشیار باشه میفهمه. کسی که نمیفهمه 33 بلا ببرد اینا. برم 4 تا نون بخورم به خونه خو. از این بعد همه هرچی مجلس همین قوم خشام تو جیشتم این قوم خشامه بیخی من خبر نخونم نمیرو. همین قومی ما خب خدا زن به جز گپ و مفت دیگه هیچ چیز یاد ندارم. فقط هم به دنبال یک مضمونی میگردم که انمول به خود گپ پیتیار کنم. اگه دو پول گپی هم نیه چی ارزش داره؟ حال هدف اینه که اگه من میدشتم خب مصرف میکنم. باید درک کنم، باید بفهمم که این مرتکه نداره. البته اگه میدش که عروسی کلو نمیگیری دلکی نمایی که به عروسی بچه خود کلو نگیره. با خدا با من میبود میگفتم من بستوی شهر نونی را بخوردم اینا رو خبر کنم. وقتی نباشه خیلی بر رفقام با قرآن بدم خوشحال شدم.
گفتم الهی شکر که این مشکل تو حل شد، ما هیچ گلی از تو نداریم، الهی شکر. حال به ما یک وعده نونی که ما میگم می آمدیم میخوردیم ما سر میشدیم. همین که دم خونه بچه تو وا شد، مشکل تو حل شد، قرض داری نجات پیدا کردی، قرض نکردی، هم به مقبولی حل شد. خدا خور میگه شکر کن. هر کس با خدا مرفق میکنه، هر دوست تو که از تو دیق میشه به قصی بخی نشو، چردی برامون خط کش حلقه کن، بخی اصلا دیگه خدی سلام علیک نکن. آره حالا من نمیفهم که ما چیکار کنم. آیا که به مجلسی گیری تو به بچه خو مگر بسته قومی خبر کنم، اگر زنانه بگیرم مگر مرتکای نام باشه، یا اگر مردانه بگیرم مگر زنکای نام 100% باشه، یا مگر اصلا دیگه می اولادا خور که من مجلس نگیرم بزینا، همون یک مجلس سنتی بگیرم برم 10 سر خور بگیرم و دارم بیارم بخونه.